سلام بچه ها، خوش اومدین به چنل فیکس تیوی. من علی هستم به همراه ایمان عزیز. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید. ایمان هستم در کنار حاج علی عزیز. دوستان امروز چی داری برامون؟ امروز من بگو دقیقاً بدم جریان چیه. امروز اومدیم با 10 تا از مدل برتر از آمریکا و فرانسه بریم ببینیم کدومشون بهترن یا حتی کدوم کشور برنده میشه تو این قضیه. حالا باید بریم عکس‌ها رو نگاه کنیم و ببینیم که به کجا میرسیم. پس بریم و بیایم که این ویدیو جذاب و با هم دیگه همراه باشیم. بچه لایک و ساب یادتون نره، زنگوله هم بزنین، اینستامون هم این بالا میاد، حتما فالو کنین و اینکه حتما یه کامنت هم بنویسین دیگه. دمتون گرم. این امریکایی نظر من 7 من از 10 میدم. 7 از 10. چرا 7؟ خب من نرفتم جلوتر، شاید جلوتر یه چیز بهتری گیر میاد اونجا یه نمه بالاتر میدم. خوبه، من نامی میدم. آقا تو نوریس میدم چون اسم میکنم جلوتر. اسمشون هم میده خواست. آره شما هم بچه بگید تو کامنت ها، بگید که آقا این خوبتره. من میگم یا بگو ایمان میگه یا حاج علی. من که میگم این 7 بیشتر چیزی چون ببینید جلوتر شاید خوشگل‌تر باشن. فرنگی ها من شنیدم خوشگل‌ترن. حالا بریم جلوتر ببینیم چی میشه. خب بعدی من که میگم آمریکایی. اوکی. بعدی کاناداییه. داری چیه نمونه میگی؟ اینم مثلا خوبه. این باره اینو من بهش اینو بازم 7 میدم. 7 میدم. اینم زیاد من راضی نکرد منو. حقیقتا من 7 میدم. اینو به نظر من معیار تو عوض کنی. معیار تو تغییر کنی. به نظر من که خوب. من شما بچه به واقعا یاد شد داداش دیگه این کانتو واسه بریز. خب اوکی. بعدی بعدیش این آمریکایی دوباره. نایس. من پایین صفحه رو بعد چیز میکردی رو توش میکردی پایین صفحه یوتیوب الان ما رو میدازه. آره امیدوارم که یوتیوب گیر نده بچه ها. البته چیز خاصی هم نیست. من اینو 5 میدم. 5 میدم. این خوشگلی زیاد نداره. 5 میدم من. آره ولی چیزای دیگه داره. چیزای دیگه داره. خب من 5 دادم. بعدی نظر راجع به این چیز 2 میدم. 2 میدم. خیلی نچراله. 2 میدم. 2 میدم. این چیه؟ 3 میدم آقا. من 2 میدم. 3 میدم. امتیاز دادم ایمان. بکنم قبلیه امتیاز دادم. قبلیه من قبلیه 9 دادی دیگه. قبلیه گفتی تو 9 دادی آقا. من دارم اینو 2 میدم. آشته. خب 3 میدم که بند خودم ناراحت نشید. نچرال هم بوده. بذاریم بعدی چیه؟ اونقدر نچرال نبوده. بعدیه من حقیقتا 10 میدم. 10 میدم. اینو 10 میدم. آره. این 20 از هر نظری 20. 10 واقعا امریکایی تا الان خداوکیل سرتر بودن. من گفت فرانسوی خوشگل داداش. تو میدونی من از فرانسوی خوشم میاد. رفتی چند تا عکس داغون پیدا کرده و بردی. نداده همینه فرانسوی همینه. همشون یک دیدن. آقا من 10 دادم به عکس بعدی. عکس بعدی چیه؟
بریم فرانسوی. اینم خدا این بخیر. نظرت چیه؟ آخه چرا دارید منو صحنه سازی میکنید؟ چرا دارید با من بازی میکنید؟ اینو من 9 میدم. 9 میدی؟ 9 میدم. آره من 8 میدم. یکم آره چیزای دیگه معلوم نیست. اونم ملاکه بالاخره. بنویسین اگه به نظرتون چیزی ازش من زیبایی برام مهمه بیشتر تا جای دیگه. حالا باش. خب بعدی باشه هر کی میدونه. بریم دوباره آمریکایی. 5 میدم. نظرت راجع به این چیه؟ 5 میدم. آقا این مدل خوبیه به نظرم. اصلا بابا من یه پارچه داشتم ماشین رو تمیز میکردم، از همین لباسه بودی پارچه فکر کنم. چیه؟ حالا به فیس خواهم نمره بدم 5 دیگه. 5 دادم من. بعدی خودت چند میدی؟ من 7 میدم. من 7 میدم. به نظرم اوکیه. لباس رو میره عوض کرد. به نظرم لباس چیز قابل تغییریه. آره نظر راجع به این چیه؟ بامزه است ولی من 4 میدم. 4 رو برای دوست عزیز ما در نظر بگیرید. خب بعدی هرچی میریم جلوتر میبینیم کیسای بهتری پیدا میشه. انگار میخوام ازدواج کنم دنبال زن میگردم. خب این حرکت آشنایی آمریکایی میگن اسمی. خب من اینو 8 میدم. 8 میدم آجی، چون نچرال هم هست یکم، چون خط چشو اینا اصلا نکشیده. 8 میدم. آره من 8 دادم. من 9 میدم. نظرم خوبه. شما هرچی نختر نمره بالاتر فکر کنم برای تو علی. خب حاجی من همه ملاک کار رحمت دارم. حاجی خدا وکیلی این 10 داره. نچراله 10. آره 10 من میدم. خیلی طبیعیه. آره واقعا انگار میمونه انگار طرف نها کن حوصله خودشو نداشته، میخواسته فوش بده به یه نفر، یه عکس ازش با گوشی گرفته. نمره 6 رو میدم. بعدی چی؟ 6 رو میدم. 6. من 7 میدم. انصافا برای 6 نمیدم. خب بعدی این بعدی فرانسوی. نظر داده این 7 رو میدم. 7 الان 7 رو میدم. خب چه عجب داخل یه عکس ما نظرامون یکی بود. یا آشنا پیدا کردیم. اینجا بتاب به من. آشنا رو که میبینیم انصافا دیگه این 10 نداشته باشه کی 10 میخواد بگیره؟ به نظر من 11 باید بگیره. بچه اسمشو که میتونید تو کامنت ها بنویسید، خیلی معروفه. 9 میدی داداش؟ من 10 میدم. اگه بیشتر داشت بیشتر میدادم. باش من 10 میدم. میریم نظر بذاریم چه نمره؟ به نظر تماسیده نچانتر هم. به نظر من 3. حالا این داخل کشور خودشو خیلی حرفا ما الان بگیستیم یه 2 تا فوش هم برو میره. آره اینا همه. آره من از نظر خودم 3 میدم. از نظر کسی
من صحبت نمی کنم بی احترام به کسی نشه، نظر خودمو دارم میگم. من 3 رو میدم. نظر خودمون داریم. میریم دوباره آمریکایی، به نظرم آمریکایی دارن ضعیف عمل میکنن. نه من اینو 2 میدم. مشکل داریم ما داریم زحمت میکشیم. چرا قوی عمل میکنن. 2 میدم اینو اصلا. 2 میدی؟ آره 2 میدم. تازه میخواستم 1 بدم برم سوخ براش 2 دادم. این همش معلوم عمله. 3 میدم به خاطر آره شاید طبیعی باشه اصلا معلوم. نه اگه طبیعی باشه رو رامه. خب آره راستی این هست. بعد تو آبم امتحانش کنی. اینم 9 میدم. 9 میدم. واقعا فرانسوی درست گفتم بچه خوش کردم. بفرمایید 9 میدم. نه چی شدم 9 هم 8 میدم. 8. خب ایشونم بخوام بگم کیسه دوباره دارشه. تو چقدر نمکی بلش این همه برند یا چیز نگرده میریدن اینجا هیت میدن تو کامنت ها خارم میکنن. خب 7 من میدم بشه نه این بری نه اون بری. 7 من دادم آقا. فردا نگید چرا. من 7 دادم. خب 8 میدم. بعدی این فرانسوی اینم خوشیده. خدا کلی سلیقه من 10 میدم. یه جوری سلیقه منم هست ولی 8 اوکی من 10 میدم. خب بعد 4 میدم. آمریکایی 4 آقا 4 سریع هم گفتی 4 مالی نیست از من. مالی نیست. من اصلا من حال نکردم حقیقتا. 4 میدم. من حال نکردم. برای فرانسوی واقعا خوشگل‌ترن. خدا شاهده. خب بعدی رو بذار ببینم. آره من بعد آجی من اینو 8 میدم. دیگه من 9 میدم. 9 میدم. کیلو خوب بود نمره بالا دادی. عجب خدا. خب اوکی آقا دیگه تموم شدن یا هنوز ادامه داره؟ تموم شد دیگه. تموم شد. 10 تا 2 تا از کشورها رو داشتیم. من باز میگم واجی فرانسوی خوب بودن. خدا وکیلی فرانسوی خیلی بهتر بودن. عجب سرتر پرچمشون بالا بود. دوستان مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید. لایک و ساب و کامنت یادتون نره. از ما حمایت کنید. برای ویدیوهای بیشتر منتظر شید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار. دمتون گرم بچه‌ها. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. حتما لایک کنید. سابسکرایبتون نره. زنگوله رو بزنید.